وطنداران عزیز یک خاطره برایتون میگوییم. امید است که چنین خاطره ها شما هم داشته باشید. با خاطره هایتون بیشتر زندگی کنید. یعنی خاطره انسان یک بافت زندگیش می باشه، یک از گوشه های زندگیش می باشه. یک زمانی ما برادرم کودک بوده، 2 سال از لحاظ سن 2 سال تفاوت داشته. عید که میشد چشم انتظار میماندیم که عیدی بگیریم، از این چراغای دستی خریداری کنیم، شب شوه بریم بیرون روشن کنیم. روشن شوه بیرون، یعنی در انتظار شب میماندیم. خیلی میشه وطن از طرف شب چراغانی هست، ببین چراغانی هست خیابان ها. خاطره ما این بود. میرم که اون خاطره این تو بگوین که ببینیم شما در این شبکه ها با چی اهداف میرین و چی میگین و چی نمیگین. توجه میشه؟